دوستان نگاه کنین شبیه یه آدم افتاده، میبینید که داره چه میدونم چیزی تو دهنش، اونم فکلشه، اونم چشماش، اونم بینیش، اینم دهنش، اینم موهاشه، اینم حالا چه میدونم یه کلاه گذاشته، چه خیلی قشنگ شده. یادگاری اسکرین‌شات بگیرم و میذارمش تو ویدیو. الان اینجوری هم بگیرم. خب دوستان اینم نوشتای بنده، چون دیگه ورزشم تموم شد. دوستان این پشه ها اینجا آدم خواره، میرن تو صورت آدم، یعنی واقعا میرن تو صورتمون، یا میخورن، ما رو میخوان بخورن. خب الان اینم ساندویچ من. دوستان خوبم سبسکرایب یادتون نره، الله ظرفات هم موقع لطفا بشورید، نذارید جمع بشه و اینا. خب نمک هم زدم و حالا چه بخاری ببرم سر میز بشینم بخورم. جاتون واقعا خالی شود. اینم ساندویچ من. عالی. جای دوستان خالی. شاید یه روزی منم یه جایی، یه گوشه‌ای، یه کلبه درویشی واسه همین کارام، چون خیلی دوست دارم کار کافی شاپ و چای خونه داشته باشم، کافی شاپ، قهوه‌های مختلف دنیا رو داشته باشم و سوپای خوشمزه و آش محلی های مختلف، البته از خانمایی که اهل این کارن، نه من. مثلا از آشای مختلف سرزمینم دیگه سرو بشه و چقدر دلم میخواد. با امید اون روز که خداوند صدای منو بشنوه. I love you my God. I love you my God.